موقع سحر خروسی بالای درخت شروع به خواندن کرد و روباهی که از آن حوالی می‌گذشت به او نزدیک شد. روباه گفت: تو که به این خوبی از آن می‌گویی، بیا پایین با هم به جماعت نماز بخوانیم. خروس گفت: من فقط مؤذن هستم و پیش نماز پای درخت خوابیده و به شیری که آنجا خوابیده بود اشاره کرد. شیر به غرش آمد و روباه پا به فرار گذاشت. خروس گفت: مگر نمیخواستی نماز بخوانیم، پس کجا میروی؟ روباه پاسخ داد: میروم تجدید وضو کنم و برمیگردم.